قراره که ببینیم یه نوب توی هاردکور چجوری هاردکور بازی میکنه. سلام، خوش اومدید به یه قسمت دیگه که نه قسمت اول ماینکرافت هاردکور. و خب الان ما شروع کردیم این بازی رو و میخوایم بازی رو شروع کنیم. What the fuck؟ من اینکه اگه نوب بازی در آوردم من ببخشید، من نوبم توی هاردکور و اینکه شاید کلا 2-3 قسمت طول بکشه، ولی ما تمام سعیمون رو میکنیم به 1000 قسمت برسه. بریم برای شروع. Let's go. خب اینجا ما اسپان شدیم همونجور که میبینید و خب آره شهری گروهیم. شانس رو میبینید. خیلی خوب آقا، باید بریم چوب بکنیم گرمون قاعدتا از همون شهری گروه. الان باید از همون شهری گروه چوب بکنیم. یکی رفتیم تیبه 4 تا استیک. خیلی خوب 2 تا گوسفند بکشم. بمیر. نیاز به فکر کنم 14 تا سنگ بکنم بخوایم 14-15. همینجور کندم رسید به 20 تا. اصلا حواسم نبودم همینجور کندم رسید به 20 تا و چه بهتر. خیلی خوب آقا، نیاز داریم به دوباره استیک، یه کلنگ، یه تبر. اوکی آقا، کلنگ و تبرمون رو ساختیم. فقط مونده دیگه الان بریم سراغ مس. حالا چرا مس؟ چون که ما توی آپدیت کنم اسنپ شات جدید ماینکرافت که دیگه اضافهش کرد به آپدیت کنم چند روز بریم بازی میکنیم و کاپر گلم و ابزار و تولز و آرمور و اینا مستی هم توی بازی هست. فقط سوال، چرا سپر رونالدو نیست؟ خیلی خنده دارم، خیلی هم بامزم. یه گوسفند دیگه بمیر. فرنیس رو نساختم. این از یه فرنیس. حالا فرنیس رو میذاریم. این از گوشتا، اینم از بذار از زغال استفاده کن. نه مثلا چوب استفاده کن تا اینا میپسن. ما بریم چوب بکنیم باز. اونم چه چوبی؟ شری گروو. خیلی خوب چوبا رو میکنیم. من اینو میخوام بکنم. کجا برم؟ وای نه، میخوام بکنم اونو. اومدم بالا. بریم غذامونو بخوریم. ای تو بیا اینجا. بیشتم که میخوریم. به عالی. دیگه وقت کشتن خوکه. بریم. البته گوشت خوک حرام است، پس نمیخوریم و میریم. اینم از این. حالا دیگه اینم از تختم. این از تخت، اینم فرنیس، اینم خواب. زغال میکنیم رو. بیشتر زغال میخوام آقا. مس زغال این بالا هست، من رو ندیدم. چرا مس ایول آقا. به بریم که فول مس شیم، فول کاپر شیم. اشغال، صفا سیتی، سرندی پیتی. خیلی آیرون آقا با سنگی میده. داد.
آره دیگه میده و قبل از اینکه مس بیاد با چی ما آیرون میکند؟ بابا کریپر به اینجا بابا، به اینجا بابا چه پر رو. یه از قلبم درد گرفت. ببین بابا من تو پی وی پی دارم میسوزم. من تو پی وی پی خدام دنبال مسم من آقا. من یه جایی دنبال یه جایی هم که بتونم مس پیدا کنم. اونجا رو بریم، اون بالا کوه بریم اون طرف، بریم ویلیج پیدا میشه، شاید پیدا شه. خب توی زمینای صاف پیدا میشه ویلیج. خیلی خوب، برای رد شدن از اینجا خیلی خوب شیفت رو میگیریم و از کابلستان استفاده میکنیم. بله خیلی خوب تمام. اینجا سوراخ نباشه. نه اینجا مس نیست، نیفتیم پایین. بذار شیفت. نه مس نیست. زندگی بابا من دنبال مسم. اصلا مس اینجا این طرف. آیرون با شانس. اصلا نگاه کن من خدام نمیدونم شاید آیرون دارم پیدا میکنم بجای مس. این طرف مس نیست، این طرف چی؟ نه خیلی خوبه، من واقعا خوشحالم. حالا چی میشه الان زیر این آیرون مس بود. از این طرف تر اینجا چیزی نیست. مس به بالاخره اونجا هم هست. آره بذار یه لحظه کافینگ تیبل هم که هست. آره خب من میام تو این یه دونه از با استیکار داریم. یه لحظه فکر کردم استیک نداریم. عالی. تازه بذار من دیگه بس بابا اینا رو بردار. وای نه غذا بخورم. وای چی بود زد؟ میافتادم پایین میموردم که. بابا این کثافت اینجا چیکار میکنه؟ و من میترسم برم بمیرم. اونم که هست. بابا دوتاشون میخوام منو بکشن که. یه ایده دارم آقا. یعنی که نمیتونم از اینجا بیام بالا از اینجا. اوکی قربان تمام. با همین راحتی و خوشمزدگی. خب آقا دیگه چیکار؟ آره دیگه همین دیگه نه باید بالاخره بریم پایین. من میترسم کریپریو از پشت بیاد دیگه. بابا زامبی اومد دیگه. این طرفم که ویچه. اسپایدر هست، ویچ هست، کریپر هست. یا بفرست. یا وای اوکی بینمون یه دو برگ وای می افتادم پایین تموم بود. وای قلبم موجی دایمن دیدم. نه یه از فکرم دایمن دیدم اول بود. آقا من یکم مس جور کردم و خب برای اینکه ویدیو طولانی نشه نشون ندادم و گفتم بگم دیگه مس جور کردم. الان بریم بپزیمشون. خب بذار من این بلاک رو بزنم. وای بلاک میخوام، بلاک میخوام. الان یه ازدامی میاد منو میخوره. وای نه بدو. مثلا جمع کردیم. آقا من غذا بذار بخورم. بعد میخوام الان من این فرنیس رو بذارم
بعد این چوبارم بذارم، مسارم بذارم، هر وقت پختن کات میکنم ویدیو رو، هر وقت پختن دیگه نشون میدم. 2000 years later. خب آقا بالاخره مثل اون پختن و این از کفش، این از خشتک، این از چست پلیت و اینم از کلاه. آقا فول کاپر شدیم بالاخره، تبر و کلنگ هم ساختیم و اینکه این ویدیو قسمت اول هاردکور تموم شد. آره. و اینکه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه و اینکه اگه دوست دارین این هاردکور رو ادامه بدیم حتما توی کامنت ها بگین و لایک های این ویدیو رو ببریم بالا. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.